سلام، خیلی به کانال خودتون خوش اومدید. من علی پتراکو هم و قرار تو این ویدیو با هم دیگه در مورد درآمد دلاری صحبت کنیم. یه مهمونم داریم، قرار نیست من دیگه بالاخره حرف بزنم فقط، و مهمونمون رو قرار کلی اذیتش کنیم. معرفیش میکنم، فقط قبلش بگم موضوع در مورد اینه که چطوری پروژه های خارجی بگیریم درآمد دلاری و همه اینجور چیزا. پس اگه علاقه مندی ممنون میشم که تا آخر این ویدیو همراهمون باشی، و اگه دوست داشتی در ادامه لایک، و اگه ما رو برای اولین بار میبینی سابسکرایب کن، و اگه دوست داری ما رو بیشتر ببینی زنگوله نوتیفیکیشن هم بزن. خب بریم برای مهمونمون رفیق چند ساله منه، آروین، که قراره به سوالای ما جواب بده. سوالاتون هم سوالا در اصل یه سریاش برای منه، یه سریاش هم برای شما، و ببینیم که چی پیش میاد. خب آروین جان، خیلی سریع شروع کنیم. آیا اصلا این تو ایران این کار درآمد دلاری و پروژه گرفتن و اینا تو ایران شدنیه یا نه؟ سلام علی جان، خیلی ممنون بابت دعوتت. خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم. خب ببین، جواب سوالتو بخوام بدم، نه خیلی مهم نیست که ما خارج از کشور باشیم. از داخل ایران هم میتونیم، ولی به یک شرط: اینه که کارمون رو بسنجیم. هر کاری رو نمیشه از دور انجام داد. مثلا من نمیتونم از اینجا غذا درست کنم بفرستم و بگم آره این پروژه منه. نه، اینجوری نمیشه. بعضی چیزها رو باید داخل خود ایران انجام، یعنی جایی که هستی انجام بدی. حالا هر کشوری که هستی انجامش بدی. ولی در بیشتر مواقع میشه مهارت خودتو خارج از کشور انجام بدی، مثل طراحی یا برنامه نویسی. ولی خب بازم اونا هم شاخه‌های مختلف دارن که بستگی داره که اون کارفرمایی که به تو اون پروژه رو داده چه درخواستی از تو داشته باشه. تو باید طبق درخواست اون میزان اون کارو بسنجی و بگی که آقا میشه بیرون از ایران انجامش داد، یعنی باید حتما داخل ایران باشم یا حتما باید خارج باشم. خب این از این. ولی نکته مهمتری که اینجا هست، من همین اول کار بگم، مهمترین نکته‌ای که کمکم کرد که من بتونم خارج از کشور پروژه بگیرم این بود که زبان انگلیسیم خوب بود و ارتباطه خیلی تأثیر گذاشت. یعنی چی؟ یعنی که نگاه، شما وقتی میخواید یک پروژه بگیرید، خیلی مهمه که با کارفرماتون به حساب خیلی اخت باشید. خیلی خودمون رو میگیرم، ولی مثلا به حساب خیلی با هم ارتباط بگیرید که مثلا همو بتونید درک کنید. اگر دو تا زبون مختلف باشه، اون نتونه با من صحبت کنه، منم نتونم درست باش صحبت کنم، اون ارتباط شکل نمیگیره و اون به چشم یه آدم خنگ به من نگاه میکنه، یا مثلا از بعض وقتا از من بدش میاد و پروژه نمیده به من. میره یکی رو پیدا میکنی که زبانشو بفهم. و خب این خیلی مهمه که بتونیم ارتباط برقرار کنیم. از این سو میگم که این ارتباط برقرار کردنه باعث میشه که اون میزان اعتماد و میزان به حساب اهمیتی که تو داری برای اون کارفرما قائل میشی و کارفرما متوجه بشی که تو هم داری میزان احترامتو نشون میدی و اونم اعتماد میکنه به تو. و باعث میشه که وقتی شما پروژه رو برش انجام دادید، اگه خوشش اومد یا مثلا حالا هر چیزی، شاید کارتون تک باشه یا فقط شما انجامش بدید، این باعث میشه که اون از شما خوشش میاد و شما رو معرفی میکنه به چند نفر دیگه. من خودم اولین پروژم خیلی شکست قبلش بود، خیلی شکست بود. من مثلا یادم خیلی چیزا رو من فدا کردم که تا بتونم مثلا چی برسم. من خیلی از یادم اون سال خیلی از درسامو نمیرسیدم بخونم، خیلی مشکلات به وجود اومد، خیلی از اتفاقات به وجود اومد که نمیشد مثلا به اون سطحی رسید که بشه مثلا با یه کارفرما خارجی گرفت، مثلا یه پروژه خارج از کشور گرفت. چی شد که کمک من کرد؟ یکی این بود که شما باید
مهارتتو بسنجی. اول اینکه مهارتت ببین نیازی رو برطرف میکنه یا اصلا ارزشی برای خرید داره، یا مثلا کار هنری ارزش خریدش خیلی بالاست. دوما من پروژه اولم رو از ایران شروع کردم، به دلیلش هم بهتون میگم، ولی پروژه بعدیامو یعنی بعد از 2 تا پروژه دیگه تونستم پروژه خارجی بگیرم. همون پروژه اول ایرانم هم دهنم سرویس شد، انقدر که شکست خوردم و هرچی میرفتم جلوتر تازه میفهمدم منو خیلی کار دارم. من هنوز خودم هم احساس میکنم هنوز خیلی کار دارم. بعد پروژه اولم که از ایران گرفتم، خب به خاطر رفتم به خودم و به خانواده معرفی کردم، مثلا به اطرافیان، یه دایره کوچیکی از اطرافیان، دوست، رفیق، آشنا. مثلا رفیقم کافی شاپ داشت، میرفتم مثلا میگفتم برات میتونم یه منو بزنم، یا مثلا یه به حساب منوی سایتی بزنم، میخوای برات انجام بدم یا نه. اولاش خیلی مثلا نه و اینجوری بوده که خیلی اعتماد نمیکنن به، ولی تک و توک 2 تا پروژه 2-3 تا پروژه در آوردم، همشو نمونه کار کردم. بعد کاری که من انجام دادم اینه که خودم معرفی کردم، گفتم من دارم پروژه رو میزنم، نمونه کارش هم میذارم توی توییترم یا مثلا صفحه فیسبوکم، یا حالا به حساب اون زمان توی سایت به حساب فریلنسری و لینکدین و اینا میذاشتم یادمه. بعد اینا رو همه رو نمونه کار کردم توی سایت های مختلف مال فریلنسری و راه دور و اینا گذاشتم. خیلی هم زمان برد، یعنی خیلی وقت اصلا نبود پروژه، اصلا هیچ کاری نمیشد بکنی اینا. مثلا یه بار یه نفر رد میشد، مثلا بهت پیام میداد هر از چنگایی بهت پیام میداد، میگفت آره من این همچی کاری دارم، بعد اونم دیگه جواب نمیداد. ولی خب ناامید نشدم، بازم رفتم پروژه های کوچیک سطح پایین تر خودم برداشتم، هی انجام دادم، همش کردم نمونه کار. اینا همش شد رزومه. بعد چون من یه چیزی هم که خیلی کمکم که یکی از چیزایی که من خیلی خوب تونست من را بندازه توی این مسیر کتاب بود. با این کتاب منو خیلی قوی تر کرد توی این حوزه و خیلی چیزا ازش فهمیدم. من هنوز که هنوزم انقدر مثلا کتاب میخونم که بازم احساس میکنم کمه، یعنی انقدر بیشتر دوست دارم کتاب بخونم، چون کتاب خیلی کمکم کرد. مثلا کتاب‌های جیم کالینز وقتی خوندم، مثلا تازه بازارهای مالی داشت میومد دستم و به حساب خیلی خوب بود. یکم کتاب‌های خودشناسی بود، چون من انسانم، خودم رو بشناسم اطرافیانم راحت‌تر میتونم بشناسم. کتاب روانشناسی بود که خوندم، چون باعث شد که میخواستم ارتباط بگیرم با بقیه. این کتابا میومدن کمکم میکردن که بتونم بیشتر ارتباط بگیرم، بیشتر بفهمم منظورشونو. اون فهمیدن خیلی بهم کمک کرد، چون مثلا وقتی بهم زنگ میزدن، بهم حالا تماس تصویری میگرفتن، همین الانش هم که اصلا تماس تصویری میگیرن، من خیلی راحت میتونم بفهمم منظورش اینه که چه کاریو میخواد، چه چیزی میخواد، یا به حساب حالا ما این فاصله بین چیزی که هست و چیزی که میخواد باشه رو ما برنامه‌نویسا اصطلاحش بهش میگیم فاصله گپ، و این فاصله گپ رو ما همیشه پر میکردیم با اون چیزی که میفهمیدیم طرف منظورش چیه، چون اون ارتباطه رو برقرار کردیم. و اول پروژه هم هی پروژه ها رو چی میکردم، خیلی هم صبر داشتم، من اینطوری نبودم ولش کنم، نه میگفتم من دارم کارمو میکنم، جایی هستم که دوستش دارم، پس کارمو کردم، میذاشتم توی لینکدین و صفحه شخصیام توی فضای اجتماعی، و اون بازار کاری که حالا به حساب دارن این کار رو انجام میدن، گفتم آقا تو این بازار کار منم دارم این کار رو انجام میدم، پس اگر دوست داشتید میتونید مثلا به من پروژه بدید. پروژه اولم یک کانسپت لوازم آرایشی بود توی دبی انجام دادم، پروژه اول خارجیم در اصل. بعد گفتم پروژه ایرانی اول اطرافیانم رفتم انجام دادم. بعد اونو که انجام دادم طرف خوشش اومد،
بعد به واسطه همون یه خورده معروفتر شدم، بعد به واسطه همون باز پروژه گرفتم، باز به واسطه همونا دوباره هی سطحم رفت بالاتر و همجوری پیشرفت کردم دیگه. خیلی تو فضای مجازی به حساب ایران چی نکردم، چون حوزه کاریم خارج از کشور بود و خیلی معروفیت خاصی تو ایران نداشتم. فقط همین تو خارج مثلا میگفتم اوکی اگر این کار دارید میتونید مثلا به ایشون هم بدید این کار انجام میده، معرفی میکردن. این خیلی کمکم میکرد. آرمین، نقشه راه یا استراتژیک شخصی که خودت استفاده کردی میشه برامون بگی؟ حالا استراتژی کلا من برای پروژه گرفتن اینطوریه که ارتباطمو باشون قوی میکنم، صرفا به دنبال پیچیدگی نیستم، یعنی بیام طرف رو انتقاد کنم، نه اون برام انتقادش چی، بیشتر خودشناسی خود طرف خیلی مهم بوده تا الان و اینکه چه چیزی از من میخواد. خیلی از کارفرماها وقتی میان خیلی اذیت میکنن، خودشون هم نمیدونن بعضی وقتا چی میخوان، ولی فقط یه چیزی میخوان که سطحشون بالاتر نشه و خب من مجبور کارم سخت‌تر میشه دیگه، ای باید بیشتر بدونم که منظورش چی از اون چیزی که پروژه‌ای که میخواد بگیرم. من استراتژیم کلا اینطوریه که بیشتر رو این میخوام روی پیشرفت کارش تمرکز میکنم. یعنی کارفرما وقتی مثلا میرم توی یه جایی، یه بازار مالی، میبینم همه به حساب اون کارفرماها یه چیزی رو میخوان که کارشون رو راحت تر کن. بعد خب من گفتم نمونه کار رو اینا جمع میکردم، مثلا نمونه کار رو با اون حالت میزدم، بعد اونا میومدن نمونه کار منو میدیدن و خب اولاش تک و توکه، اولاش خیلی چیز هم نیست، بعد تک و توک هی میان چی میکنن. بعد خیلی هم نیاز به سنجیدن داشت. من اولین پروژم خیلی ضررم خوردم، چون حواسم نبود که مالیات کشور اروپایی 40% و خب خیلی سخت بود پولو جابجا کنم و اینا. منم اومدم دیگه اول سنجیدم، دیدم خیلی ضرر خوردم، ولی بازم ولش نکردم، اومدم پروژه بیشتری برداشتم. مثلا گفتم اوکی، رفتم بهشون پیام دادم توی حالا صفحه سایت های خارجی، بهشون پیام دادم گفتم این نمونه کارهای من رو دیدن کنید، من همچین کاری که شما میگید و قبلا انجام دادم، اگه خوشش بیاد که میاد به میگه آره چیزا نمیخواد بعد. و این ناامید نشدن بیشتر خیلی مهمه. دوم این که یه چیز خیلی مهم، خیلی 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 مهم، یه امضای کاره. امضای کار به چه معنیه؟ مثلا من یه طرحی انجام دادم، مثلا یه خودکاری، مثلا همین خودکار آره، این خودکار سرش اینجوری طراحی شده، خب من میکنمش امضای کار همه خودکارم، هر خودکاری که ساختم سرش اینجوری میشه. حالا هر کسی که بخواد با این دیزاین بخره باید بیاد حتما از من بخره. یا مثلا کارهای طراحی مثلا با دست که انجام میدن، مثلا 3 من خودم انجام میدم، تا اگه با این کیفیت میخوای، این شکلی میخوای، نوستالژی میخوای، اینجوری میخوای، با کیفیت میخوای، باید بیای از من خرید کن، چون کسی دیگه نمیتونه اون کارو بزنه. بگردید دنبال امضای کار، و امضای کار خیلی کمک میکنه. و کتاب خوندنه، اون کتابایی که من اون زمان خوندم و پیشنهاد میکنم هر کسی که میخواد وارد این حوزه کاری بشه بخونتش. از خوب به عالی جیم کالینز، خیلی کتاب خوبیه برای شروع، عالیه. و حالا بیشتر سعی کنیدم خودشناسی هم کنارش بخونید، چون خودشناسی باعث میشه که اطرافیاتون هم بتونید بیشتر ارتباط بگیرید. هرچی آدم مثبت‌تری باشی و بیشتر ارتباط بگیری، بیشتر میتونی مخاطب بیشتری رو به خودت جذب کنی و آدمای اطرافتو بیشتر میتونی بکنی و این خودش باعث میشه پروژه‌ات خیلی بیشتر بشه.
خیلی هم عالی. مرسی از داروین جان و مرسی از شما که تا این لحظه ویدیو رو همراه ما بودید. دیگه انتهای ویدیوه و وقت خدافزیه. فقط این نکته رو بگم که اگه کسی تجربه‌ای داره یا چیزی میدونه که حالا ما اینجا نگفتیم، بهتره مثلا با بقیه در اشتراک بذاره. خیلی خوشحال میشیم اگه این کار رو انجام بدید. و بالاخره